قال یا قوم لیس بی صفات، هود علیه السلام میگه قومی ما لیس بی صفات، نیست بالای ما بیعقلی. آیا کسی که مردم به طرف الله دعوت بده او بیعقل می باشه؟ نظام الله را میگه در دنیا حاکم باشه، انسانیت به مردم تعلیم میده، واقعیت زندگی را به مردم تعلیم میده، او بیعقل می باشه؟ عجیب است. ولکنی رسول من رب العالمین، اول دعوای توحید کرده بود که عبد الله، اینجا علی دعوای چی را میکنه؟ رسالته. چرا که سری سخنی ازی انتقاد کردن، گفتن ای و انا لنظنک من الکاذبین، ما تو را گمان دروغ داریم. آل هود علیه السلام ثابت میکنه که ما رسول هستم، ما تاییدات دارم از جانب الله متعال. از امو خاطر کسی هم در یک مجمع بدون دلیل و بدون تایید اظهار رأی کردن نمیتونه. پیغمبران که میه از پشت سر معجزاتی که از طرف الله متعال صادر میشه او برشان پیش میشه. چی میگه؟ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن ما فرستاده شده از جانب ذاتی هستم که او مالک و متصرف کل مخلوقات است. یک ذاتی که کل مخلوقات مخلوقش است، زیر تصرف و علم و حکمتش قرار داره. در بین این جامعه یک شخص را انتخاب میکنه. نعوذ بالله اگر این تو صفیه بگوی خو نسبت نعوذ بالله جهل به الله کرده ای. این بسیار نکته است. در سخنهای انبیاء علیهم السلام نکته های خیلی مفید موجود می باشه. الله چطور شده میتونه که طور پیغمبر انتخاب بکنه؟ نعوذ بالله که او در بین بشریت بیعقل باشه. باز خو نعوذ بالله الله نعوذ بالله جاهل است، نمیدونه شخص بشناسه که کی لیاقت داره. مثل که آلی نعوذ بالله یک طایفه و یک گروه میگه پیغمبر علیه السلام ظلم کرد یا تقیه کرد به خاطری که ابوبکر و عمر برای خلافت انتخاب کرد و انتخاب شد. باز خو نعوذ بالله تو نسبت جهل به الله کردی، نسبت عدم قدرت به الله کردی که الله قدرت نداشت یک شخص خیلی قوی را پیدا میکرد که حتما وصی از او و خلیفه از او علی رضی الله عنه می بود. عجیب نیست؟ از امو خاطر هر طایفه که امچو گپاره میزنه و اینی طور امو دلایلشان مثل بیت العنکبوت ضعیف می باشه. چرا؟ خود به خودی نسبت به الله متعال میشه. از امو خاطر و دیگه چاره نداشتن، آخر اینطور گفتن که ما او الله را قبول نداریم که رسول الله را تعیین کرده باشه، او تو رسولی را که ابوبکر و عمر خلیفهش باشه، و ما پیغمبرم قبول نداریم که ابوبکر و عمر خلیفهش باشه، او را قبول نداریم. این برالا سی گپی واضح هست. پس کسی که یک تعداد مردم میگن نکاح میشه و نمیشه، کسی که اللهی که تو قبول داری او نداشته باشه، رسولی که تو قبول داری او نداشته باشه، چطور نکاح میشه؟ این ملاهای ما که فتواهای سرسری را از تلویزیون ها میده، کمی دقیق شان فکر کنن، مطالعه بکنن که فرق در بین گروه ها با کدام سیستم می باشه، چه قسم می باشه. قرآن کریم برای اجازه میده یا نمیده؟ خو افسوس است. ابلغکم رسالات ربی، دیگه کدام موضوع ندارم، ملکی را طلب ندارم، پاچایی را طلب ندارم، کلان تراشی نمی کنم، از شما کدام مزد و اجر است یا راه برای امرار معاش خود از شما طلب ندارم. چی میگه؟ ابلغکم رسالات ربی، ما ذمه‌واری پروردگار خدا، آن چیزی که در ذمه ما گذاشته شده رسالت است، ذمه‌واری است، ای را میرسانم و احسانم سر شما نمیگذارم. دعوت که میداده گایم کسی را نگو که من تو را دعوت میدم، تو مسئولیت خود ادا کن. اگر تو واقعیت یک دفعه شخصیت خود بشناسی که تو چقدر مسئولیت در جامعه داری، باز بعد از اون میدانی که من قطع مردم چه قسم رویه بکنم و چه قسم دعوت برشان بدم. ما خمیده میگیم که ما با 4 روز گپی خوش با مردم مسئولیت خود ادا کرده نمیتونیم. چرا که دین از ما چی تقاضا داره، ما کدام شخصیت هستیم و ما باید چی باید بکنیم. پیغمبران همینطور گفته که ما خود کلان نمیتراشیم، احترام و تعظیم از شما خود طلب نداریم، ما فقط ذمه‌واری پروردگار خدا ربی با کدام صفاتی که ما را تربیت کرده، ما را شخصیت الله داده، ما میخواهیم که همین مسئولیت خدا در مقابل همین صلاحیتی که الله داده همین را برای شما برسانیم. و انا لکم ناصح امین، ما برای شما خیر خواستم. نصح میگه دوختنه، درزی که جدا شده باشه باز بعد از میدوزی. ناصح کسی است که کدام جدایی در بین پیدا شده امور پس جور بکنه. پیغمبران اولین ناصحین است. چرا؟ به خاطر که شق یا درزی در بین بندگان و الله پیدا شده.
الله معبودی خود عبادت نمیکنه، میره مخلوق عاجز در زیر قبرار عبادت میکنه، بتای تراشیدی خود عبادت میکنه. این بسیار فاصله خیلی زیاده پیدا کرده. انبیاء علیهم السلام میاد پس یاره ارتباط میده، ناصح است. این در مقابل توحید الله. ما خیرخواه شما هستم، عقیده توحید الله را که بر شما بیان میکنم. یگانه چیزی که سبب نجات در آخرت است عقیده توحید الله است. ولو که کل عمره مکمل نیکی بکنی، خود که عقیده توحید الله را نداشته باشی، جنت رویش هم نمیبینی. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. شرک که کرده بودی الله سر جنت حرام کرده. اگر هر قدر گناه کرده باشی، خو عقیده چی نداشته باشی؟ بعد از سپری کردن است. اگر الله تو را معاف نکرد بعد از سپری کردن امو عذابت در مقابل گناهایت، آخر الامر در کجاستی؟ در جنت و بهشت استی. از او خاطر میگه که ما در دعوت توحید خود بریتان بهترین خیر خواستم، خیرخواهی شما را دارم. دلم میسوزه، دلم درد داره. امروز علمای حق پرست یقینا مردم مظلوم بیچاره خدا میبینه، الله را نمیشناسه. تو برش خیرخواهی میکنی لیکن او تو را متهم میکنه، گپت هم نمیشنوه، از مسجد هم میکشته، از منبر هم تا میکنه، دیگه هم متهمت میکنه، از خانه آخر الامر میکشته. با مردم هم اعلان میکنه که مردکه وهابی شده. همینطور میگه. مردم اینقدر ساده است. در اون زمان هم همینطور بود. این زمان هم همون گپ است. همون ملایی که از مردم چیز طلب نداره، نه مال، نه متاع، نه سرسایه، نه اسقاط، نه چیز، نه ختم، نه الوای شام، نه کدام چیزی دیگه. او را مردم بد میگه. خب ببینه تاریخ زمان گذشته با تاریخ امروز مقایسه بکنه. گپ در کجاست؟ حقیقت چطور است؟ و چی میگه؟ دوم چیز چی میگه؟ امینون در آوردن وحی الله، کدام رسالتی که الله بر ما داده در اونجا مکمل ما امین هستم، خیانت نمیکنم که یک امر من اعوذ بالله منفعت شما باشه، کامیابی شما باشه، او را ما پنهان کنم برای شما نگویم. اگر کسی در مقابل انبیاء علیهم السلام یک سخن نسبت خیانت و پنهان برش بکنه، کافر است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. رساندن ذمه‌واری انبیاء علیهم السلام است. یک امری که سبب ثواب باشه، کامیابی ما باشه، سعادت ما باشه، پیغمبر پرت نکرده. از امو خاطر است که امروز نعوذ بالله مردم به نام دین انبیاء علیهم السلام متهم به خیانت میکنه. میلاد میکشه، چند روز بعد روان است، میگه این ثواب داره. پیغمبر نمیفهمید، پیغمبر از ما پنهان میکرد. صحابی خود تعلیم داده نمیتونست. هر بدعتی نمیتونه، هر بدعتی که مردم او را ثواب میدانه، عمل از او را ثواب میدانه، این بدعت است. و این نسبت خیانت به کیست؟ و امی کلمه زرین و طلایی را کی گفته؟ کدامتان برام گفته میتونه که کسی که بدعت ایجاد میکنه نسبت خیانت به کی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. کی گفته؟ امام اهل سنت امام مالک رحمه الله. امام مالک صاحب میگه چرا؟ به خاطری که تو نسبت خیانت به پیغمبر میکنی که امر ثواب و امر خوب و امر کامیابی ما بود، ولی پیغمبر پنهان کرده بود، برای ما بیان نکرده. عجیب است. لیکن هر پیغمبر، قرآن میگه که امین است. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم. آیا در تعجب انداخته شما را؟ شما تعجب از این گپ داری؟ ان جاءکم که آمده براتان ذکر، نصیحت جامع، ذکر آن چیزی که سبب بیداری است. هر وحی الهی سبب بیداری انسان هاست. چرا؟ مردم در غفلت و تاریکی زندگی کرده، چوبه و بتا و گلا را نعوذ بالله پرستش کرده، سجده برش کرده. وحی الهی میاد مردم بیدار میسازه که انسان تو اشرف مخلوقات هستی، ساخته توست، این در خدمت توست. اگر ستاره است، اگر مهتاب است، اگر آسمان است، اگر آب است، اگر هوا است، همه مخلوق این محکوم توست، در خدمت توست. تو مخدوم هستی، این خادمت است. چطور برای ازی سجده میکنی؟ این را عبادت میکنی؟ وحی الهی انسان بیدار بساز. ذکر امیر میگه بیدار کننده مردم فهماند. فقط سجده تو اشرفترین مخلوقات هستی، جبین خود برای کسی دیگری پایین نکن بجز از الله. امروز میبینیم مریداس قطار روان میباشه به نوبت. این جبینای مبارک خود میمانه در سری چی؟ سری دست یک نفری که یک روز مدرسه رم نخونده، یک روز آیت قرآن ترجمه نمیتونه، تنها سحر داره، تنها شیطان در درونش است، مردم در خیزک میارن، خلاص او رهبر است. عجیب است. قرآن چی میگه و مردم چی میکنه؟ شما ببینید.
الله متعال از ما سوال میکنه. این برادری ماست، بچه کاکای ماست، بچه مامای ماست، دوستی ماست، بچه دوستی ماست. ما قرار نشسته هستیم. مخلوق الله کدام طرف دعوت داده میشه؟ خیر به الله چی جواب داشته باشیم؟ ما چه قسم به الله جواب بگویم که چی کردیم؟ توحید فهمیدیم، به مردم گفتیم، کسی را اصلاح کردیم؟ ببینی جامعه در کدام طرف روان است؟ ایره دین میدانه، بلکه خود از کل کده جنتی میدانه. همین کاری غلطی غیر الله را انجام میده، سجده به غیر الله، و ایره سببی چی؟ اول نمرگی خود در جنت میدانه. تو ایره ببین یک کسی که گناه را میکنه لیکن میگه گناهست و خیلی شرافت داره از اینکه نعوذ بالله یک کاری غلط میکنه لیکن او را موجب ثواب و جنت میدانه. این بسیار مهم گپ است. از او خاطر هود علیه السلام برش میگه شما تعجب به این داره که نصیحت از جانب پروردگارتان آمده علی رجل منکم، به بالای یک شخصی که از جمع خودتان است. او به خاطر چی؟ لینذرکم، انذار میگه به کمال شفقت بیم دادن از او عذابی که آمده نیست، از او مصیبت ها و عذابایی که پشت سرت آمده نیست اگر گپ قبول نکنی. پیغمبران علیهم السلام قوم خود آگاه میکنه که ای قوم اگر شما مخالفت میکنی عذاب الله رسیده نیست. پیغمبر علیه السلام مشرکین مکه را بیان کرد، گفت همونطور حالت سرش آمد، چیزی را که پیغمبر گفته بود. بالای یک شخص منکم که از جمع شماست، لینذرکم، که شما را بیم بده به کمال شفقت از او عذاب دردناک یا از او مصیبتایی که در صورتی که شما دعوت مرا نپذیره. هود علیه السلام برش میگه واذکروا اذ جعلکم، الله اکبر. انسان معرفت الله را از کجا حاصل میکنه؟ راه معرفت الله کدام است؟ پیغمبران علیهم السلام در دعوت خود بسیار پیشتاز میباشد، مردم هم متوجه میسازه. الله را از کجا بشناسیم؟ واذکروا، یاد کنید، جعلکم خلفاء، در آن وقتی که شما را جانشین دیگه مردم قرار داد. قومای دیگه رفت، از جهان رفته، شما در جایش آمدی. این خانه و کاشانه شما از شما که در پیش قومای دیگه بوده و رفتن فنا شدن، آلی شما آمدی. من بعد قوم نوح، پس از قوم نوح علیه السلام، یک و زادکم فی الخلق، الله زیادت داده شما را، توانمندی داده شما را، فی الخلق، در صحت و قامتتان، بسطتن، خوب فراخی در وجودتان آمده. دو معنا داره، یا در پیدایش تعدادتان زیاد شده، یا است که نه وجودتان تنومند و خوب قوی است. عادیا تاریخ نوشته میکنه که در بین کل قوم عادیا تنومند بودن، قامت بلند داشتن، لیکن نه مثل که روایات اسرائیلی ذکر میکنه که عوج ابن نقمه چون تا آسمان قدش میرسید و ماهی را در کجا پخته میکرد؟ در پیش زیر چشمه آفتاب. این گپا کلش واهیات و غلط است. چرا؟ به خاطری که آدم علیه السلام در حدیث صحیح میگه که قامتش 60 ذراع بوده، یک ذراع برابر یک آرنج است که تقریبا 30 متر میشه. بعد از او در حدیث میگه که اولادش کم شده آمده، پس کم شدن تا که در عادیا رسید. عادیا بعد از نوح علیه السلام است، خیلی پسان است. این در پنجم پشت سام اولاد نوح علیه السلام هستند. یا چطوری قدر تنومند باشه؟ این خود چه قدر نسل تیر شده، این خود پایین آمده، مثل که ما و شما اینه. قوارای چند سال پیش ببینید چه قدر بلند رشته فداست، عالی را ببین، جوانا را همینطور ببینید، تصویرهای سابق شما ببینید چه قدر کلان است. فرق داره. اینمی قسم عادیام کم است، لیکن به او پیمانه نیست و کلش روایات اسرائیلی است، نادرست است. فذکروا آلاء الله، یاد کنید نعمتهای الله را، به خاطری که ماده شکر و اطاعت شما پیدا شوه، معرفت الله برشتان حاصل شوه، یادآوری نعمتهای الله است. لعلکم تفلحون، به خاطری که شما در مقصد خود برسه، شما مقصدتان بیابی و بفهمی که کدام مقصدی ماست. افلاح ایره میگه که آدم در اصل هدف خود برسه. انسان در هدف خود، هدف انسان چیست؟ صحیح عبادت کردن الله. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیغمبر آمده طریقه عبادت برای تو بیان میکنه، به خاطر که اینمی راز کامیابی یک انسان است که تنها عبادتی کی را بکنه؟ الله متعال بکنه. توجه به سوی نعمتهای الله متعال است. الله متعال تو را تنومندی داده، قوت داده، چرا نمیفهمی؟ چرا فکر نمی کنی که امیره کی داده؟ بود داده، محتاب داده، آفتاب داده، گو داده، نعوذ بالله. کسانی که معبودای باطل داره و پرستش کرده می روند، آیا وا داده یا الله داده؟ چقدر حالی امروز ببینی وجود در انسان کی پیدا میکنه؟ چه قسم در دنیا میاد؟ ایره کی میکنه؟ الله متعال.
مردم در زیارت ها نسبت میده. حسین داد، سخی داد، علی داد، کلش دادی. مخلوقات الله را نام سرش میمانه. ببینه این درست است. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده. نفرت از کجا داره؟ همیشه مردم نفرت از کجا داره؟ از یک نقطه داره. تو آمده ای بر ما لنعبد الله، که ما عبادت یک الله را بکنیم، وحده در حالی که یک و یگانه است. ما خود سابق برای هر چیسته حاجت خود یک معبود داشتیم. اگر ما را زردی میگرفت در یک طرف روان بودیم، سیاهی میگرفت در دیگه طرف روان بودیم، دندانی ما درد میکرد در دیگه طرف، قلنج میگرفت در دیگه طرف. مثل که حال همونطور است. او زمان و این زمان هیچ کدام فرقی نداره، هیچ کدام فرقی نداره. اونجا در بوتا میرفتن، اینجا در قبرا میره. باباها را از خود ساختن، نام سرش گذاشته. ای بابای گزند است، فلج است. ای بابای چیست؟ سرخباد است. ای بابای دیوانه است، دیوانه باباست، دیوانه رو جا ببری. ای بابای اولاد است. نیست امیالی؟ خیر کدام؟ قرآن چی میگه؟ این کتاب الله پنهان نشده بود. انبیاء علیهم السلام آمده میره گپ میزنه. اون مردم که انکار داره از یک گپ، که چرا ما را به یک بندگی یک الله دعوت میدی؟ و نظر ما کان یعبدون، ما بگذاریم آن چیزی را کانه که بود یعبد، عبادت میکرد آباؤنا، پدرای ما. چیزی را که پدرای ما عبادت میکرد او را بگذاریم، فقط یک الله را عبادت کنیم؟ باز چی میگه؟ فاتنا، مردم که هوش نداره. بیار بر ما بما به او عذابی که تعدونا، که تو ما را میترسانی از او. تعدونا ترسانیدن هم میگه. تعدونا که تو وعده میکنی امرای ما، در صورتی که ما رای مخالفت در پیش بگیریم. ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی از جمله صادقین بیار عذابی تا. مردم این نعوذ بالله دیوانه و مست است، فریفتی امی معبودای باطل است که حالی بنگی بر الله عذاب طلب داره.